تا حالا فکر کردی چرا میتونی ساعتها بدون خستگی بازی کنی یا تو گوشی بچرخی، ولی وقتی فقط نیم ساعت میخوای یه کار مهم انجام بدی مغزت قفل میکنه؟ انگار یه دیوار جلوت سبز میشه. اصلا حسش نیست. نکته اینجاست که مغز ما با همه هوش و قدرتش دنبال آسونی میگرده. کارهای آسون مثل بازی یا گشتن تو شبکه‌های مجازی سریع بهت پاداش میدن. یه دکمه میزنی، یه ویدیو میبینی، یه لایک میگیری و مغز حال میکنه. اما کارهای جدی مثل مطالعه کردن، تمرین، حتی ورزش کردن پاداششون دیره. برای همین مغز مقاومت میکنه. ولی چرا بعضی از آدم مشکلی با انجام کارهای به ظاهر سخت ندارن؟ میتونن به طور منظم ورزش کنن یا روی پروژه های جانبی خودشون کار کنن؟ جای سوال داره. اینکه چرا بعضی از افراد انگیزه بیشتری برای مقابله با کارهای سخت دارن و آیا راهی برای آسون کردن کارهای سخت وجود داره؟ همه اینا برمیگرده به یه ماده توی مغز به اسم دوپامین. دوپامین اغلب به عنوان مولکول لذت شناخته میشه، ولی این فقط اسمشه. دقیقاً همون چیزیه که باعث میشه از یه کاری خوشمون بیاد و دلمون بخواد دوباره انجامش بدیم. اگه مطمئن نیستین که دوپامین چقدر قویه، بذارید بهتون نشون بدم. جالبه بدونید یه آزمایش معروف روی موشا انجام شد که خیلی چیزا رو روشن میکنه. محققا یه سری الکترود رو توی مغز موشا قرار دادن و یه اهرم جلوشون گذاشتن. هر بار که موشا اهرم رو میکشیدن سیستم پاداش مغز تحریک میشد و در نهایت باعث میشد که موشا اشتیاق زیادی پیدا کنن و ساعتها اهرم رو فشار بدن. دیگه خوردن و خوابیدن هم براشون مهم نبود. اونقدر اون کار رو تکرار میکردن تا از خستگی بیهوش میشدن. ولی بعدش اومدن محققا از آزاد شدن دوپامین توی مغز جلوگیری کردن و روند برعکس شد. این بار موشا خیلی بیحال شدن، حتی حاضر نبودن برای آب خوردن بلند شن. هیچ کاری نمی‌کردن. میشه گفت کلاً اراده خودشونو برای زندگی از دست دادن. با این وجود وقتی غذا مستقیم تو دهنشون گذاشته میشد میخوردن و لذت میبردن. اونا فقط انگیزه‌ای برای گرفتن نداشتن و خودشون این کار رو انجام نمیدادن. شاید فکر کنید که تشنگی یا گرسنگی بهشون انگیزه میداد، ولی در واقع دوپامین اینجا نقش کلیدی داشت. وقتی مغزت همیشه با دوپامین زیاد بمبارون بشه، کم کم دیگه چیزای ساده خوشحالت نمی‌کنه. قرار گرفتن بیش از حد در معرض فعالیت‌هایی که دوپامین زیادی آزاد می‌کنن میتونه سیستم پاداش مغزت رو بی‌حس کنه. این یعنی برای احساس لذت مشابه به تحریک بیشتری نیاز داری و فعالیت‌های روزمره کمتر لذت بخش میشه. در واقع مغز اولویت‌ها رو بر اساس میزان دوپامینی که آزاد میشه تغییر میده. و اگه یه فعالیت دوپامین کمی آزاد کنه، انگیزه برای انجامش دیگه نداری و برعکس کاری که مقدار زیادی دوپامین آزاد کنه بارها و بارها تکرار میکنی. مثلا قبل اینکه یه تیکه کیکو بخوری، مغز دوپامین ترشح میکنه چون پیش بینی میکنی که خوردنش بهت حس خوب میده، حتی اگه در واقع حالتو بدتر کنه. مغز شما اصلا اهمیت نمیده که ترشح زیاد دوپامین براتون مضره، اون فقط بیشتر و بیشتر ازش میخواد. یه مثال کلیشه‌ای میتونه کسی باشه که به مواد مخدر معتاد شده، با اینکه میدونه کاری که داره انجام میده براش خوب نیست، ولی تنها چیزی که میخواد اینه که مقدار بیشتری از اون دارو رو مدام دریافت کنه. البته که تقریبا همه چیز مقداری دوپامین آزاد میکنه، حتی نوشیدن آب موقع تشنگی، ولی بیشترین میزان ترشح وقتی اتفاق میفته که شما به طور تصادفی یه جایزه دریافت میکنید. یه نمونهش بازی روی دستگاه استاد توی کازینوه. حتی اگه قبلش فقط در حال از دست دادن پول بودین، در نهایت منتظر پاداش بزرگتر هستید. فقط نمیدونید که چه زمانی اتفاق میفته. توی دنیای دیجیتال امروز ما به طور غیر طبیعی در روز مغزمون رو با مقادیر بالای دوپامین داریم پر میکنیم، حتی اگه ندونیم. یه سری از مثالهاش میتونه گشتن توی فضای مجازی، بازی‌های کامپیوتری، تماشای پورنوگرافی اینترنتی و نمونه‌های از این قبیل که ما برای هر کدومشون نوعی پاداش پیش بینی می‌کنیم. به همین دلیله که ما مدام تلفنامون رو چک می‌کنیم. در واقع ما داریم شبیه موشای آزمایشگاه میشیم که اهرمو می‌کشیدن. اونا اونقدر به لذت معتاد شده بودن که نیازهای اساسیشون رو فراموش کرده بودن. ممکنه فکر کنید که اینطور نیست و به من آسیب نمیرسه، ولی دارید اشتباه میکنید.
حالا سوال اینه که آیا میتونم کاری انجام بدم تا از این وضعیت جلوگیری کنم؟ بله، شما باید دوپامین دتاکس یا سمزدایی دوپامین انجام بدی. کاری که باید انجام بدی اینه که از فعالیت هایی که لذت فوری بهت میدن فاصله بگیری. با کاهش این محرک ها میتونی سیستم پاداش مغزت رو بازنشانی کنی و دوباره از چیزای ساده لذت ببری. کافی از اینترنت یا هیچ فناوری دیگه استفاده نکنی، مثل گوشی یا کامپیوتر و لپتاپ. حتی موسیقی هم گوش نکنی. غذای ناسالم نخوری و اساساً همه منابع رو حذف کنی. خب قطعا خیلی کسل کننده میشه، ولی به من اعتماد کن. در عوض این کار رو انجام بده. پیاده روی کن، ورزش کن، مدیتیشن انجام بده، به زندگی و اهدافت فکر کن و هر ایده‌ای که میاد تو ذهنت رو یادداشت کن. روی تیکه کاغذ یا توی دفترچه یادداشت، نه روی لپتاپ یا موبایلت. همه اینا اولش سخته، ولی اگه دنبال نتیجه هستی باید اقدامات اساسی انجام بدی. حالا ممکنه از خودت بپرسی که چرا باید این کار رو انجام بدم؟ بیا فرض کنیم که تک تک غذاها رو توی بهترین رستوران‌های شهرت رفتی خوردی. در واقع عادت کردی به خوردن غذا اون سبکی. حالا اگه کسی بیاد و یک کاسه برنج ساده بهت تعارف کنه، احتمالاً رد میکنی، چون که با ذائقت دیگه سازگار نیست. تو به غذا خوردن توی رستوران‌ها عادت کردی. ولی اگه ناگهان خودتو توی یه جزیره سرگردان پیدا کنی، جایی که متروکه است و قرار از گرسنگی بمیری، اون وقت اون کاسه برنج ساده خیلی هم بد به نظر نمیرسه. دقیقاً این همون کاریه که دوپامین دتاکس باید انجام میده. حالا میتونی یه کار راحت تر انجام بدی. شما یه روز در هفته رو انتخاب کن و تو اون یه روز کلاً هیچ کاری که باعث ترشح دوپامین بالا بشه انجام نده. گوشیتو بذار کنار، بازی کامپیوتری نکن، غذای ناسالم نخور، هر کاری که انجام میدادی قبلا رو بذار کنار، در عوض کارهای دیگه بکن. درسته احساس بی‌حوصلگی میکنی، ولی مسئله اینه که شما داری به گیرنده های دوپامین خودت اجازه میدی تا بهبود پیدا کنن از دوپامین غیر طبیعی و بالایی که غرق تو مغزتون بود. و این بی‌حوصلگی شما رو سوق میده به سمت کارهای دیگه، کارهایی که قبلا به خاطر اینکه دوپامین زیادی آزاد نمی‌کردن به تعویق انداخته بودیشون. و حالا چون حوصلت سر رفته، انجامش برات راحت تره. البته که یک بار اجتناب از رفتار دوپامین بالا بعد از مدتی خوبه، ولی در حالت ایدئال باید از این رفتارها به طور کلی دوری کنید یا حداقل تا حد امکان کمش کنید. در واقع شما باید از میزان بالای ترشح دوپامین برای پاداش تکمیل کار دشوارتون استفاده کنید. این دقیقاً کاریه که خودم انجام میدم. یعنی کارهای سخت رو انجام میدم، مثل تمیز کردن خونه، کتاب خوندن، ورزش کردن، کار کردن روی پروژه هام، و بعد از اینکه یه تایم مشخصی انجام دادم به خودم جایزه میدم با مقداری دوپامین بالا. در واقع کلمات کلیدی اینجا بعدن یا در پایان روز هستن. اگه همون اول کارهایی که باعث ترشح دوپامین بالا میشن رو انجام بدم، دیگه سراغ اون کارهای سخت نمیرم، چون برام انجام کارهای سخت‌تر میشه. یعنی در واقع انگیزه‌ای ندارم که دیگه اونا رو انجام بدم. پس همیشه با چیزای سخت شروع میکنم. فقط در این صورت به خودم جایزه میدم که زیاده روی کنم. مثلا برای هر ساعت کار سخت 15 دقیقه دوپامین بالا به خودم پاداش میدم. یعنی برای 8 ساعت کار سخت من به خودم اجازه میدم 2 ساعت رفتار دوپامین بالا داشته باشم. البته این نسبت‌های منه، شما میتونید به دلخواه و با توجه به شرایط خودتون تغییرش بدین. اینم بگم که اگه معتاد به چیزی هستید که براتون مضره و شما نمیخواید با اون به عنوان یه پاداش رفتار کنید، باید یه چیز دیگر رو پیدا کنید و جایگزینش کنید که مضر نباشه. چیزی که هنوز فکر میکنید ارزش تلاش کردن رو داره. شاید جالب باشه بدونید اعتیاد من شبکه‌های اجتماعی بود، ولی الان میتونم روزها بدون اونا زندگی کنم. بنابراین اعتیادم رو تونستم کنترل کنم. میخوام بگم امکان انجام این کار وجود داره و قطعاً ارزشش رو داره.
بنابراین اگه مشکلات انگیزشی دارید هرچه زودتر دوپامین دتاکس رو شروع کنید و خودتون رو از مقادیر غیر طبیعی دوپامین خلاص کنید یا حداقل خودتون کمتر در معرضش قرار بدید. همه ما تا حدی معتاد به دوپامین هستیم و این چیز خوبیه، به خاطر اینکه دوپامین به ما انگیزه میده تا به اهدافمون برسیم. ولی این ما هستیم که تصمیم میگیریم کجا بریم. پس انتخاب با شماست. آخرش اینه، ما نمیتونیم مغزمون رو خاموش کنیم ولی میتونیم تربیتش کنیم. با یک تغییر کوچیک مثل کنار گذاشتن گوشی فقط برای یک روز میتونی ببینی مغزت چقدر بیشتر به حرفت گوش میده. دوپامین دتاکس جادویی نیست ولی شروع یه مسیر جدیه، مسیر تمرکز، رشد و اینکه دوباره لذت ببری از چیزای ساده. امتحانش کن، شاید برای تو هم همون تغییری باشه که مدت‌ها دنبالش بودی. روی دکمه لایک ضربه بزنید و کمک کنید به بیشتر دیده شدن ویدیو. این به افراد بیشتری اجازه میده تا زندگی خودشون رو بهبود ببخشن. در آخر هم ممنون از وقتی که گذاشتید و ویدیو رو تماشا کردید.